سلام دوستان رولتوجابی من، ما دوباره اومدیم با یک ویدیوی جدید و این دفعه جشنواره ویژه برای رانندگان دارنده گواهینامه پای 1 و مهاجرت کاری رانندگان به آلمان. پس لطفاً این ویدیو رو از ابتدا تا انتها با دقت ببین و اگر سوالی داشتی تو کامنت ها از من بپرس. در ابتدا من قصد دارم شرکت کاریابی رولتوجاب گیمبها رو برای اون دوستانی که جدید به جمع ما پیوستن و با شرکت ما آشنا نیستن یک معرفی دوباره داشته باشم و در ادامه در مورد مسائل پرداختی، نحوه قرارداد، شیوه قرارداد براتون توضیح بدم تا خیالتون راحت باشه و در آخر هم به شرایط مهاجرت رانندگان پای 1 با نصف قیمت مبلغ دریافتی سایر شرکت ها اشاره می کنم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خوش اومدید به جمع ما و اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید و جدید به کانال ما پیوستید، همین الان رو دکمه سابسکرایب بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای آموزشی و کاربردی ما و همچنین جشنواره‌های فصلی شرکت رولتوجاب با خبر بشید. هیچ فرصتی رو از دست ندید. قرار دوستان کلی اتفاق مهم بیفته. شرکت کاریابی ما توی آلمان بیش از 11 ساله که تو آلمان داره کار میکنه. مجوزها و تاییدیه های زیادی به عنوان شرکت کاریابی داره. کارفرماهای زیادی رو داره که با این کارفرماها تو طول این سالیان همکاری تنگاتنگی داشته و رزومه قوی در جذب نیروی متخصص و فنی تو آلمان داریم. اما حالا برای گسترش فعالیت هامون و ورود جدیتر به بازار ایران تصمیم گرفتیم ساختارمون رو حرفه‌ای تر و تفکیک شده تر کنیم. به همین دلیل ما برند رولتوجاب رو تحت قالب شرکت رولتوجاب گیمبها پرسونال فرمیتلوند در آلمان ثبت کردیم و شرکت مادر ما تقریباً 11 ساله که ثبت و فعاله و شرکت کاریابی رولتوجاب گیمبها زیر مجموعه رسمی این شرکت تو آلمانه و این یعنی ما با یک ساختار حقوقی و مالی کاملاً مشخص وارد این مسیر شدیم، نه با وعده‌های شفاهی و یا ارتباطات واسطه‌ای که بعضاً توی فضای مجازی خیلی از این تبلیغات رو می‌بینیم. از اونجایی که مسیر جذب نیروی کار از ایران و افغانستان کاملا متفاوت با جذب نیروی کار در اتحادیه اروپاست، ما تصمیم گرفتیم که این تفکیک ساختاری رو قائل بشیم تا همه چی شفاف باشه و به صورت مستقل و تخصصی بتونیم برای مارکت خارج از اتحادیه اروپا، یعنی متقاضیانی که قصد دارن از خارج از اتحادیه اروپا به ویژه ایران، افغانستان، ترکیه و یا سایر کشورهایی که هموطنان عزیزمون تو اونجا قرار دارند خدمات رسانی بکنیم. حتی یک حساب بانکی تقو هند کنتو هم ما باز کردیم که به این حساب تو آلمان میگن حساب گارانتی و علاوه بر سایر حساب‌های جاری و عملیاتیمون این حساب رو ما در نظر گرفتیم برای دوستانی که میخوان با ما قرارداد ببندن. این حساب نزد معروفترین بانک آلمان یعنی اشپارکاسه هست که این موضوع نشون دهنده شفافیت فعالیت مالی و اقتصادی ما، یعنی پول شما مستقیم وارد حساب شرکتی گارانتی رولتوجاب میشه و در صورت انجام هر مرحله طبق اون چیزی که توافق کردیم در قراردادمون ما مجاز به برداشت مبالغ هستیم. پول نزد ما امانته و تا وقتی که کار شما انجام نشه ما اجازه نداریم و قادر نخواهیم بود که از این پول برداشت بکنیم. ساختار حقوقی شرکت ما به گونه‌ای هستش که شما با خیال راحت میتونید به شرکت ما اعتماد بکنید. ما با یک ساختار کاملا قانونی و حقوقی وارد این مسیر شدیم، نه یک شرکت 25 یورویی که گیمبها نیستن، اصطلاحاً بهشون میگن کلاین گوربه یا آینسر سیما. شما آنلاین میتونید شرکت رو با 25 یورو تقریبا ثبت کنی، آنلاین هم در جا میتونید شرکت رو کنسل بکنی. یعنی پشت این شرکت یه شخصیت حقیقی قرار داره و آیا شما
اعتمادی که به یه شرکت حقوقی که سهامدار داره، دفاتر و اسناد مالیاتی، حسابرس مالیاتی و کلی مجوز داره، آیا به این شرکت راحت‌تر میتونید اعتماد بکنید یا به یه شخصی که در قالب یه شرکت داره فعالیت میکنه اما اسم این دوستان شرکت هست، مجموعه هاشون در اصل اینها شخصیت حقیقی هستن. توی قراردادهای رسمی ما در رول تو جاب همه چی شفاف ثبت میشه. شماره ثبت رسمی شرکت رول تو جاب در آلمان، شماره مالیاتی معتبر، شماره حساب بانک شرکت رول تو جاب، شماره حساب بانکی گارانتی شرکت رول تو جاب در آلمان، آدرس دفتر مرکزی و اطلاعات کامل آلمان و ایران برای تماس شما. این یعنی شما با یک مجموعه معتبر دارای مجوز و ثبت شده در آلمان طرف هستید، نه یک صفحه اینستاگرامی یا یک سایت موقتی که هیچ تعهدی نداره. دوستان، برای ثبت یک همچین شرکتی مثل رول تو جاب GmbH شما باید چنین ساختاری رو تو آلمان در نظر بگیرید. یعنی مدیران و به ویژه مدیرعامل شرکت باید از تحصیلات بالا، تجربه و دوره‌های مرتبط با این شغل برخوردار باشه. حداقل برای ثبت چنین شرکتی در آلمان 25,000 یورو سرمایه ثبتی اولیه باید داشته باشی که در ابتدای درخواست ثبت شرکت باید این مبلغ در حساب شرکت مسدود بشه تا پایان فرایند ثبت شرکت و شما کلیه مراحل ثبت شرکتت رو در دفترخانه اسناد رسمی تو آلمان انجام میدی و حداقل یک هزینه معادل 2,000 یورو بابت مراحل اداری باید به دفترخانه پرداخت کنی. یعنی تقریباً 200 میلیون تومان به نرخ امروز فقط هزینه ثبت یه همچین شرکتی به دفترخانه اسناد رسمی هستش. پروسه ثبت شرکت‌های GmbH همه دوستانی که تو آلمان هستن یا قبلا تجربه ثبت شرکت دارن یا اگر پیگیری کردن میدونم حداقل 4 ماه و حد اکثری نداره، حتی ممکنه تا 1 سال 9 ماه هم طول بکشه. یعنی یه پروسه کاملا زمان بره و شرکت‌های پرسونال فرمیتون GmbH باید تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی و از همه مهمتر بوندس ایجنتوف و آبایت فعالیت بکنن و کلی مجوز باید دریافت بکنن و به عبارت ساده تر باید 7 خوان رستم رو رد بکنن. شما با یک شخصیت حقوقی طرف هستید، نه یک شخصیت حقیقی. یعنی با مفقود شدن مدیرعامل یا مدیران شرکت یا عدم پاسخگوییشون شما هیچ نگرانی ندارید. دلیلش اینه که با یک شخصیت حقوقی طرفید و اینجا شرکت پاسخگوی شماست، نه یک شخص. شرکت‌های کاریابی GmbH خودشون رو به ویژه شرکت کاریابی رول تو جاب در آلمان خودشون رو نزد بیمه‌های معتبر بیمه می‌کنند تا با خیال راحت کارجوها و متقاضیان با این شرکت‌ها قرارداد ببندند، چون جبران خسارت مالی شما دوستان توسط بیمه تضمین شده است. به انضمام که تازه ما مازاد بر این یه حساب گارانتی هم نزد بانک اشبارکاس مازاد بر سایر حساب‌های شرکت کاریابی رول تو جاب GmbH افتتاح کردیم که اون حساب گارانتیه. یعنی بر اساس قرارداد الکترونیکی که ما با شما می‌بندیم ما مجازیم به هر مرحله بر اساس پیشرفت کارتون اون پول رو برداشت بکنیم و اون پول تا پایان مراحل کار شما نزد ما امانته. یعنی پول شما در حساب گارانتی تقاو هند کنتو نزد بانک معتبر آلمانی تا انجام مراحل کار شما امانت هست. حالا چرا و چی شد ما اصلا وارد بازار مارکت ایران شدیم، یا چرا و اصلا چی شد ما وارد بازار ایران شدیم و چه اتفاقی افتاد؟ شرکت ما نزدیک 11 سال به عنوان شرکت کاریابی معتبر تو آلمان فعالیت داره و تو سالیان گذشته ما همکاری خیلی تنگاتنگی با بعضی از شرکت‌های مهاجرتی و کاریابی معتبر تو ایران داشتیم و پرونده‌های موفق زیادی داشتیم که دوستان موفق شدند و به آلمان مهاجرت کردن. اما ما تو تمام پرونده‌ها پشت پرده بودیم و مثل یه آژانس کاریابی یا اصطلاحاً
ایجنت اون دوستانی که تو ایران شرکت مهاجرتی داشتن عمل می‌کردیم، ولی الان تصمیم گرفتیم خودمون به صورت مستقل وارد بازار ایران بشیم برای اینکه هزینه‌های شما دوستان رو به حداقل برسونیم و تا وقتی از نیاز بازار مطمئن نشدیم و ندیدیم واقعا میتونیم قوی، درست و اصولی توی مارکت ایران فعالیت بکنیم و با ساختار درست به متقاضیان فارسی زبان به ویژه هموطنان عزیزمون خدمت برسونیم، هیچ اقدامی نکردیم. ما نه دنبال پول درآوردن مازاد و پولدار شدنیم، نه دنبال جمع کردن ثبت نام‌های بی‌هدف. الحمدلله رب العالمین به اندازه کافی داریم، هم خودمون هم شرکت هم سهامدارمون، ولی تصمیم گرفتیم که یک قدم مثبتی در جهت تسریع روند مهاجرت شما دوستان، به ویژه رانندگان عزیز که این ویدیو مخاطبم شما دوستان هستید و سایر افرادی که در قالب‌های دیگه میخوان مهاجرت بکنن به آلمان برداریم. حالا بعد از بررسی و تست دقیق با یک ساختار تفکیک شده وارد بازار ایران شدیم. شرکت رول تو جاب ما به عنوان برند ایرانی ما زیر مجموعه شرکت اصلی کاریابی ما تو آلمان، ساختارش جداسازی شده تا بتونه مخصوص ایران به صورت مستقل، قوی و دقیق عمل بکنه. تمام فرایندها، تعهدات و قراردادها بر اساس حقوق آلمان تنظیم شده، نه صرفاً حرف‌های بی‌پایه و اساسی که بعضاً تو فضای مجازی زیاد میشنویم و میشنوید. ما فرق داریم چون هیچ محتوای زردی رو تا امروز در فضای مجازی منتشر نکردیم. به ویژه در اینستاگرام شما هیچ محتوای زرد و بی‌پایه اساسی رو از ما نمیتونید پیدا بکنید. هیچ پیامی رو بی پاسخ نذاشتیم، چه تو لایو، چه تو کامنت ها، چه در واتساپ یا سایر پلتفرم هایی که راه های ارتباطی ما هست. هیچ کامنتی رو پاک نمی کنیم دوستان. ما هیچ کامنتی رو زیر پستامون تو هیچ کدوم یک از شبکه‌های مجازیمون مثل یوتیوب، توییتر، پینترست، ارزم به حضور شما که اینستاگرام و تیک تاک پاک نمی کنیم. حتی اگر کامنت منفی وجود داشته باشه، ما گله و شکایتی وجود داشته باشه، ما با فراغ بال، چه خود من چه سایر همکاران من، پاسخ میدیم تا رفع ابهام بشه و کاملا همه چی شفاف سازی بشه، برای اینکه ما هیچ دلنگرانی بابت عملکرد کار خودمون نداشتیم و نداریم. بدون شناخت قبلی دوستانی که با من همراه بودن تو لایف هایی که تو گذشته برگزار کردیم، هر شخصی رو که درخواست کرده تو اون تایمی که اعلام کردیم که هر کسی درخواست میکنه تو لایو میاریمش بالا، آوردیم بالا و اجازه دادیم که هر کسی دغدغه و دلنگرانی هاش رو مطرح بکنه، چرا که دغدغه و دلنگرانی تک تک شما دوستان ممکنه دغدغه و دلنگرانی فرد دیگه هم باشه. از ساختارهای گنگ و پیچیده تو رول تو جاب خبری نیست. شما دوست عزیز من مجبور نیستی برای دریافت یه مشاوره تلفنی اول یه فرم پیچیده رو مثل خیلی از شرکت‌های مهاجرتی دیگه پر بکنید و در نهایت برسید به یک مشاوره تلفنی که بعضا خیلیشون حتی پولی هستن و رایگان نیستن، در صورتی که ما از طریق واتساپ وقتی که به ما پیغام میدید، ما برای شما ویدیوهای آموزشی در ارتباط با اون موضوع مهاجرتتون از قبل آماده کردیم، لینک رو برای شما میفرستیم. لینک رو که دیدید سوالاتتون برطرف شد. اگر سوال خاصی داشتید یا مشاوره خواستید، در جا برای شما وقت مشاوره کاملا رایگان در نظر گرفتیم و با تک تک شما، همکاران من یا خود من صحبت کردن و از این به بعد هم این روند ادامه داره. ما به متقاضیان خودمون، یعنی شما دوستان عزیز، به چشم خانواده خودمون نگاه میکنیم، نه فقط به چشم یک مشتری. و برای همینه که اعتماد و صداقت و شفافیت اساس کار ما در مجموعه کاریابی رول تو جابه. چرا که این رو قلبم میگم، شما لیاقت یه همچین برخورد و یه همچین رفتاری رو از طرف ما یا هر شخص دیگه دارید. حالا اگر خیلی ها یه همچین کاری رو انجام نمیدن، کم لطفی این دوستانه، ولی همه شما برای ما مثل خانواده رول تو جاب هستید. ما اینجا در شرکت کاریابی رول تو جاب هیچ مشتری نداریم، بلکه ما بزرگترین، شریفترین و عزیزترین انسانها رو داریم که بهشون میگیم خانواده رول تو جاب. ما داریم تلاش میکنیم این خانواده رو
بزرگتر و قوی‌تر بکنیم، البته با کمک خود شما دوستای عزیز، تا هرچه سریعتر شما بتونید وارد بازار کار آلمان بشید، اینجا تو آلمان ادغام بشید، کار بکنید و آینده خودتون و عزیزاتون رو بسازید تا دیگه کسی از عزیزترین نزدیکانش، خاطراتش و از همه مهمتر وطنش دل نکنه برای ساختن آینده فرزندانش. امیدوارم تا اینجای ویدیو خسته نشده باشه، چون دوستای گل من اون بخش اصلی و سرنوشت ساز ویدیو هنوز مونده و درسته که یکم ویدیو طولانی شد، ولی من میخوام که همه ابهاماتی که در خصوص فعالیت ما ممکنه تو ذهن بعضی از دوستان همچنان وجود داشته باشه یا جدیداً شکل گرفته شده باشه برطرف بشه تا شما بتونید یک مهاجرت امن با خیال راحت رو با مجموعه کاریابی رولتوجاب به آلمان داشته باشید. من مطمئنم که تا حالا هیچ شخص یا شرکتی اینجوری شفاف سازی نکرده و کسی هم اینجوری جشنواره‌های مهاجرتی ویژه مثل ما نداشته و در ادامه هم نخواهد داشت و اصلا این فرصت رو دوست عزیز من قلباً به شما میگم از دست نده، چون ظرفیت محدوده و شرایط فوق‌العاده ایدئال. شما از نگاه من، بله شما دوست عزیز من، شما که داری ویدیو رو نگاه میکنی و راننده پای کسی، حالا اتوبوس، کامیون یا هر وسیله حمل و نقل سنگین دیگه، از دید شخص من و همکاران من تو شرکت کاریابی رولتوجاب شجاع‌ترین آدم ها هستید. دلیلش حالا شاید پیش خودتون بگید چرا شجاع‌ترین؟ چون ما کامیون رانندگی میکنیم. نه، اینطور نیست. دلیلش اینه که مهاجرت بیشتر از این که از جنس یک انتقال باشه، از جنس تصمیمه. اما دوست خوب من، بارها گفتم و دوباره هم میگم، اومدن به آلمان فقط 50% راهه. اون 50% دیگه قوی اومدنه، یعنی با آگاهی، با آمادگی و با شناخت و آگاهی کافی از مسیر مهاجرت و با داشتن یک حامی واقعی مثل شرکت رولتوجاب که کنارته، دقیقاً مثل پدر خانواده که هوای همه اعضای خانواده‌شو داره، میتونی تو این مسیر موفق بشی. ما اینجاییم که کنارتون باشیم تا با هم آینده روشن‌تری رو برای خودتون و فرزندانتون بسازید. یه لحظه دوست عزیز من، شمایی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، یه استاپ بکنیم، یه لحظه صبر کن لطفاً. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی و دکمه زنگوله رو نزدی، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو بزن که کلی محتوای خفن و تخفیف‌های ویژه در راهه که جا نمونی. خب دوستان عزیز من، ما یک پروژه بزرگ مهاجرت برای رانندگان پای یک داریم که الان وارد فاز دومش شدیم. توی این ویدیو بهت میگم تو فاز اول چه اتفاقاتی افتاد، توی این فاز که فاز دوممون هست چه اتفاقی قراره بیفته و چطوری میتونی توی این مسیر با ما همراه باشی. توی فاز اول ما فقط و فقط تصمیم گرفتیم برای تست مسیر 3 نفر راننده رو باهاشون قرارداد ببندیم. قراردادهاشون به صورت الکترونیک و آنلاین پرداخت شد، پرداختیاشون نقدی بود و اونها با ما وارد پروسه مهاجرت شدن. 3 نفری که قرارداد بستن الان دارن دوره زبان آلمانی و آموزش گواهینامه رانندگی پای یک و سایر الزامات لازم رو برای این شغل طی میکنن و برای مصاحبه شغلی آماده میشن و ما قدم به قدم همراهشون هستیم. توی فقط چند هفته قبل از عید بالای 10,000 تا فالوور از دوستان راننده به پیج ما اضافه شدن. بیش از 4,000 تا پیام درخواست برای مهاجرت به عنوان راننده پای یک به آلمان ما تو واتساپ شرکت دریافت کردیم و حدوداً از این تعداد 200 نفر از دوستان اعلام آمادگی کردند برای ثبت نام و فرم ثبت نام مهاجرت کاری رانندگان پای یک به آلمان رو تکمیل کردند. و اما الان تو جشنواره دوم ویژه رانندگان ما در شرکت کاریابی رولتوجاب مستقیما با متقاضی‌ها قرارداد آنلاین می‌بندیم. همه
پرداخت‌های شما مستقیما به حساب گارانتی شرکت واریز میشه و مرحله به مرحله بر اساس پیشرفت پروندهتون ما اجازه برداشت داریم و پرداختی شما کاملا گارانتی و تضمین شده است و حساب ما و قراردادهایی که ما با شما میبندیم بیمه کامل داره و جبران خسارت شما توسط بیمه 100% تضمین شده است و دیگه هیچ خبری از پیچیدگی‌های عجیب و غریب تو این روند ثبت نام یا قرارداد بستن با ما دیگه این سری وجود نداره. اون فاز اول بود. تو فاز دوم تمام تلاشمون رو کردیم که از اون پیچیدگی‌های خیلی زیادی که شب عید داشتیم و دوستان اذیت شدن خبری نباشه و همه چی رو ساده بکنیم. خب دوست من، برای فاز دوم ما تصمیم گرفتیم فقط و فقط 10 نفر ثبت نام داشته باشیم با این شرایطی که خدمت شما دوستان انجام میدم. ثبت نام داریم ولی فقط 10 نفر رو توی جشنواره ثبت نام میکنیم. سایر دوستانی که به این جشنواره نرسن یا به محض پر شدن ظرفیت 10 نفر نتونن ثبت نام انجام بدن، تو شرایط عادی با این دوستان هم قرارداد می‌بندیم. تخفیفاتی که گذاشتیم و سنی که اعلام می‌کنیم صرفاً برای افرادیه که موفق میشن تو این جشنواره با ما قرارداد ببندن. نکته اول در مورد سنشه که حداکثر تا 40 ساله. حالا بر بعضی از دوستان ممکنه سوال پیش بیاد، قبل از عید گفته بودید تا 44 و 44 تا 55. بله، همون شرایط همچنان هست، ولی برای برخورداری از این تخفیف یکی از فاکتورهاش داشتن سن زیر 40 سال و خود 40 ساله. خب گواهینامه پای یک هم که باید داشته باشید، حالا اتوبوس، کامیون یا هر وسیله نقلیه دیگه. سابقه کارم که همونجوری که قبلا گفتم خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما مجددا داخل آلمان باید گواهینامه رانندگی پای یکتون رو به گواهینامه رانندگی پای یک آلمانی تبدیل بکنید. مدرک تحصیلی حداقل دیپلم هم جزو الزاماتیه که ما گذاشتیم، چون دوستانی که دیپلم حداقل دارن راحت‌تر میتونن زبان یاد بگیرن و راحت‌تر میتونن دوره‌های آنلاین ما رو طی بکنن. حالا نه اینکه اگر دوستی دیپلم ردی باشه یا کمتر از دیپلم داشته باشه نمیتونه توی این پروژه مهاجرت شرکت بکنه. نه، این دوستان هم میتونن شرکت بکنن به شرط اینکه توانایی و تمایل به یادگیری سریع دوره‌های آنلاین ما به ویژه زبان آلمانی رو داشته باشن. مبلغ قرارداد اصلی کاریابی و مهاجرت ما تو حالت استاندارد 12,000 یورو، مثل خیلی از شرکت‌های دیگه که دارن کار میکنن. این عدد عرف بازار هست. اما الان تو این جشنواره ما 6,000 یورو هدیه برای این دوستان داریم. یعنی حداکثر مبلغی که ما برای قرارداد اصلی مهاجرت شما از شما دریافت میکنیم 6,000 یورو که طی 3 قسط از شما دریافت میشه، همزمان با امضای قرارداد 2,000 یورو، پیش تاییدیه ویزا که توسط اداره خارجی ها تو آلمان صادر میشه و داخل اون نوشته شده که ویزای شما، اقامت شما تایید شده و شما با اون میتونید بدون نوبت به سفارت آلمان در ایران مراجعه بکنید و ویزاتون رو بگیرید. 2,000 یورو و الباقی مبلغ زمانی هستش که شما ویزاتون اومده و با ما تصفیه حساب میکنید. همه چیز توی قراردادی که ما با شما داریم همه چیز شفاف نوشته میشه. شماره مالیاتی، آدرس، شماره ثبت، شماره مجوز و هر چیز دیگه، شماره حساب گارانتی و تضمین گارانتی و بیمه نامه و هر چیزی که لازمه تو قرارداد با ما نوشته میشه و ما در اختیارتون به صورت آنلاین قرار میدیم و فکر نمی‌کنم دیگه شفافتر از این نوع قرارداد در هیچ کجای دنیا وجود داشته باشه و بعضن خود من تا این لحظه ندیدم هیچ شرکت کاریابی یا مهاجرتی یا همچین سیستمی رو پیاده کرده باشه. پشتیبانی واقعی یعنی پاسخ سریع، آموزش کامل و پیگیری شخصی تا رسیدن به ویزا و کار در آلمان. ما اینجاییم که مسیر تو بسازیم، اما قدم اول رو خود تو دوست عزیز من باید برداری. و یک نکته مهم برای دوستانی که بالای 40 سال سن دارن، ما در رول تو جاب مثل همون شرایطی که سال گذشته هم اعلام کردیم برای دوستان تا 44 سال و 44 تا 55 سال شرایط مهاجرت کاری به عنوان راننده پای یک رو همچنان داریم، اما شرایطش
برای هر بازه سنی کاملا متفاوته، به ویژه برای دوستانی که 44 سال سن به بالا دارن و مبلغ قراردادشون هم همون مبلغ قرارداد استاندارد و ثابته و هیچ تخفیفی برای دوستانی که بالای 40 سال هستن وجود نداره و این جشنواره صرفاً برای دوستانی که تا 40 سال هستن در نظر گرفته شده و البته در نظر داشته باشید فقط و فقط 10 نفر، چون بیشتر از این عدد اصلا برامون توجیه اقتصادی نداره. 500 یورو از این مبلغ تقریبا هزینه فیش‌های واریزی شماست، 2000 یورو هزینه وکیل مهاجرته، بعد ارزم به حضور شما مبلغ مانده‌ای که از 6000 یورو ما دریافت می‌کنیم 2500 یورو طبق پروتکلی هستش که ما اینجا مجاز هستیم در قالب قرارداد کاری از متوازی‌ها دریافت بکنیم که این مبلغ توی ویدیو بعدی که قرار منتشر بکنیم و لینکش در دسترس شما قرار خواهد گرفت خواهید دید که مبلغ 2500 یورو واقعا از حقوق یک ماه شما بعد از اینکه وارد آلمان شدید و شروع به کار کردید هم کمتره، ولی ما این جشنواره رو گذاشتیم برای اینکه خانواده رول تو جاب رو بزرگ و بزرگتر بکنیم. پس ما در رول تو جاب برای دوستانی که سنشون بیشتر از 40 سال هست هم فرصت اقدام رو فراهم کردیم، به شرط اینکه واقعا این دوستان مصمم باشن، انگیزه بالا داشته باشن. ما میدونیم مسیر برای این گروه سنی کاملا متفاوته، اما با برنامه‌ریزی درست، تلاش بالا و همراهی ما شما میتونید این مسیر رو طی بکنید و این مسیر برای شما همچنان قابل دسترسه. البته تخفیفی برای این دوستان وجود نداره. و در نهایت دوستای عزیز رول تو جابی من، چه اونهایی که توی آلمان تشریف دارید، چه اونهایی که دوست، آشنا، برادر، اقوام یا اشخاصی رو تو آلمان دارید که تمایل دارید از نزدیک ما رو ببینید و خیالتون بیشتر راحت بشه، خواهش میکنم اینجا آلمانه. از اونجایی که ما جلسات مشاورمون رو در شعبات مختلفون در شهر مونستر یا حتی دوسلدورف برگزار میکنیم، قبل از مراجعه حضوریتون با آدرس ما حتما وقت ملاقات بگیرید تا مشخص بشه در کدوم یکی از شعبات ما برای شما وقت ملاقات حضوری در نظر گرفته میشه. پس خواهش میکنم بدون وقت ملاقات با آدرس ما مراجعه نکنید. خواهش میکنم. این رو چندین بار گفتم. اتفاقاتی که قبل از عید افتاد، دوستان بدون هماهنگی به آدرس ما مراجعه میکردن و مشکلاتی که برای ما درست کردن روی ترددهای بدون هماهنگیشون، لطفا این اتفاقات نیفته. پس خواهش میکنم قدمتون روی تخم چشم ما و همکارانمون قرار داره. ما آماده پذیرایی از تک تک شما دوستان، اقوام و بستگانتون که تو آلمان هستن رو داریم، اما با وقت قبلی. اگر از این ویدیو هم خوشت اومده، لایک رو فراموش نکن، دکمه سابسکرایب و زنگوله هم بزن تا از ویدیوهای آموزشی کاربردی بعدی جا نمونی. رفقا، این ویدیویی که این بالا برای شما میذارم رو حتما ببینید تا متوجه بشید این 6000 یورویی که توضیح دادم شامل چه مواردی میشه. شرایط این جشنواره تکرار نشدنیه و برای آخرین بار با این قیمت ثبت نام شما رانندگان عزیز رو انجام میدیم. ما سعی کردیم خیلی کوتاه، مختصر و مفید این دوتا ویدیو رو تهیه و منتشر بکنیم تا وقت زیادی از شما دوستان عزیزم گرفته نشه. بعد از دیدن ویدیوها اگر شرایط لازم رو داشتید، میتونید از طریق واتساپ شماره هایی که توی کپشن گذاشتیم با ما تماس بگیرید و اعلام آمادگی کنید تا مراحل بعدی رو با هم پیش ببریم. با امید دیدار تک تک شما دوستان در آلمان.